ماشین طرف مقابل براتون مهمه؟ بالای 206 باشه دیگه. پراید نباشه. کف کار 206. پراید نباشه. آره. پراید مورد نظر شما نیست؟ آره پراید دوست ندارم. ماشین طرف مقابل برای شما مهمه؟ واقعیت نه، چون منی که خودم حتی همون پرایدم ندارم نمیتونم از طرف مقابلم انتظار داشته باشم که مثلا بنز و بی ام باید داشته باشی یا با اونا بیای دنبال من. این که مثلا خیلی مرسوم شده پراید کنسل 206 کنسل 207 به بالا، همون اونا هم الان فکر می‌کنم که خیلی مبلغ بالایی داشته باشن و کاملا قابل احترامن. تمام پسرای سرزمینم که پراید سوار میشن 206 سوار میشن. من فکر می‌کنم اون تایمی که با همیم مهمه، کنار همیم می‌خوایم به یه جایی بریم مثلا برسیم، اون مقصد مهمه، تو راه بگیم بخندیم، این به نظر من خیلی قشنگ‌تر و منطقی‌تر تا اینکه بیای بگی نه امروز با 206 مثلا می‌خوای بیای دنبالم، من سوار نمیشم. 207 به بالا، خواهشاً بی ام بنز. نه من که خودم ماشین ندارم هنوز نتونستم بخرم، چرا باید از پسر مردم بنز و بی ام بخوام؟